سلام دوستان، مریم هستم. در این ویدیو خواستم یه مروری داشته باشیم به خوندن و نوشتن اعداد در انگلیسی. خب نوشتنشون مثل هر زبان دیگه با صفر مشخص میشه و تعداد صفر مشخص کننده اینه که در مورد 100 داریم صحبت میکنیم، 1000 و یا میلیون داریم صحبت میکنیم و فقط خوندنشون هست که یه مقدار متفاوت هست. ما حالا اینجا از عدد 1 که کوچکترین عدد هست شروع میکنیم و همینجور به عددهای بالاتر که میرسیم. 1 که خب همون 1 هست، 10 100 1000 که خب تا اینجا راحت هستش که 1000 همون 1 رو میذاریم، کاما و 3 تا صفر میذاریم. البته به صفر اینجا کلمه زیرو رو میگن، has 3 zeros and comma after 1. بعد داریم 10,000 که 10 رو میذاریم و بعدش 3 تا صفر میذاریم. 100,000 که 100 رو میذاریم با 3 تا صفر جلوش و 1 میلیون 1 رو میذاریم که 6 تا صفر و 10 میلیون که 10 رو میذاریم و باز 6 تا صفر جلوش. We have 500 7,000 15,000 15,000 15 میشه 15 1000 هم که 3 تا صفر جلوش میذاریم. 25,000 باز 25 25 میشه با 3 تا صفر جلوش 25,000. 200,000 7 میلیون 18 میلیون. عددهایی که اینجا داریم اولینش 1001 و یا اینکه بریتیش میگن 1001 و عدد دوم 1100 که اگر نگاه کنیم میبینیم بعد کاما اول 100 داریم و قبل از کاما به اصطلاح 1000 داریم که میگیم 1100 و عدد سوم باز بعد از کاما اگر نگاه کنیم میبینیم 324 داریم و 7 اول 7000 بنابراین میگیم 7324. عددهایی که اینجا داریم اولینش 10555 هست. اگر از بعد از کاما نگاه کنیم میبینیم 555 رو که میدونیم و قبل از کاما 10,000 هست که میخونیم، بنابراین 10,555 و دومینش باز بعد کاما 324 و قبلش 17,000 داریم که میشه 17,324 و عدد بعدی باز بعد کاما داریم 675 و قبل از کاما داریم 152,000 بنابراین میخونیم 152,675. عددها اینجا به میلیون هستن که اولینش 2 میلیون 8 هست که بریتیش میگن 2 میلیون 8. دومی به 5 میلیون هست که قسمت بعدش 500,000 هست که میخونیم 5 میلیون 500,000 و عدد سوم باز 24 میلیون هست که بعدش باز به 548,000 هست و قسمت سومش 432 بنابراین میخونیم 24 میلیون 548,432 و عدد آخرمون مجددا باز به میلیون هست که اینجوری میخونیم 3 میلیون 320,321. خب عزیزان، همینجور که میدونید برای یادگیری اعداد مثل یادگیری هر چیز دیگه احتیاج به تمرین داریم و هرچی تمرین بیشتر بکنید براتون روونتر میشه و راحتتر میتونید اعداد و شماره ها رو بخونید. خب امیدوارم که این ویدیو مورد استفادهتون قرار بگیره و اگر دوست داشتین میتونید کامنت بذارین و با دوستانتون شیر کنید. تا بعد، خدا نگهدار.